داشتن جسم قوی یعنی چی؟ آیا منظور از داشتن جسم قوی همان اندام برجسته و یا کلان هست یا چیزی دیگری؟ و همچنان جسم قوی در تربیت انسان چه نقشی دارد؟ به نام خدا، با عرض سلام و وقت شما بخیر بیننده های عزیز تلویزیون هلال. امیدوار هستم در هر جای که هستین خوب و خوش باشین. با یکی دیگری از برنامه های امت وسط این هفته خیلی خوش آمدین. باز هم روی این موضوع بیشتر صحبت خواهد کردیم با جناب دکتر صهیب رؤوفی، پژوهشگر مطالعات اسلامی و همچنان استاد دانشگاه. اینجا استاد با ما حضور دارن. استاد خیلی خوش آمد. زنده باشین. تشکر. بخیر باشین. استاد، هدف از داشتن جسم قوی یا همون منظور از جسم قوی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. ما و شما تقریبا در مورد ویژگی های یک انسان مسلمان صحبت میکنیم و یک 4 ویژگی را ذکر کردیم که عقیده سالم، عبادت درست و همچنین اخلاق استوار و جانب روشنفکری یک انسان هست. 4 صفحه در ذکر کردیم. وقتی که شما از تنومندی و قوت جسمی ذکر کردین، باید بگوییم که تقریبا این ویژگی های 10 گانه‌ای که ما در این برنامه از او صحبت میکنیم، اون ویژگی هایی هست که یکی از دانشمندان بزرگ قرن 20 امام حسن بن شهید ذکر میکنه برای انسان مسلمان. و جالبی است که اولین صفت نیرومندی جسمی یا تنومندی را ذکر میکنه. به خاطر از اینکه ویژگی های مسلمان در حقیقت هم صفاتی هستند که انسان با برخورداری از این صفات و ویژگی ها هست که انسان نیرومند میشه. و در حقیقت این نیرومندی جسمی به خاطر از این در اول او را ذکر کرده بود که بدون از این تحقق صفات دیگه امکان پذیر نیست و یا به مشکل برمیخوره. انسان اول باید قوی باشه. به خاطر ضرب المثل قدیم چی هست که میگن عقل سالم در بدن سالم است. صحیح شد؟ اول نیرومندی جسم، بعد از این قوت روح میایه، قوت روانی میایه و این قوت روانی متجسم در همون اخلاق استواری بود که ما و شما او را ذکر کردیم. و بعد از قوت روانی قوت علم و دانش و عقل میایه که ما در صفت روشنفکری انسان مسلمان ذکر کردیم. بعد از این قوت کسب و کار، قوت و جایگاه اجتماعی انسان میاره، او که در توانایی کسب و کار به عنوان یک ویژگی دیگه با صحبت خواهد کردیم. بعد از این مسائل کل از اینها را چی صفت یا کدام ویژگی است که او را انگیزه میده. در حقیقت ویژگی عقیده درست انگیزه دهنده برای انسان هسته. او هسته که این قوت ها را چکار میکنه؟ بر اساس عقیده توحیدی اونها را انگیزه میده، اونها را توجیه و راهنمایی میکنه. بعد میایم با بکارگیری این توان و این نیروهایی که در روشنایی عقیده هست، اونها را میبره به خاطر اصلاح زندگی که او بود عبادت درست است که 2 وجهه را در بر میگیره. یک وجهی که الله متعال میگه خلقناکم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که اصل عبادت و او جنبه روحی، و دوم و استعمرکم فیها که شما را به خاطر عمران و آبادی زمین خلق کرده. یعنی 2 بعد مادی و معنوی هر دوری عبادت درست در بر میگیره. سپس این کار بزرگ، این رسالت بزرگی که در این زندگی انسان داره، ضرورت به استقامت داره، به پایداری داره، به تلاش و کوشش و قربانی داره که ما او را در مجاهدت نفس، او یک صفت دیگه نیازمند از این انسان هسته، مبارزه با نفس هم مبارزه با نفس و مجاهد. سپس ضرور است که انسان بدون کسالت از وقت خود استفاده بکنه. لذا ویژگی دیگه میایه به عنوان وقت شناس باشه انسان و از این وقت خود استفاده بکنه. و از اون جایی که واجبات، وظایف و تکالیفی که انسان داره بیشتر از اون وقت از او هست،
ضرورت به یک صفت ویژگی دیگه میشه که باید منظم باشه در کارهای خود. به اون خاطر این ویژگی میاد و این شاخصه ها پیوند با یکی دیگر پیوند با هم دیگر داره. وقتی که اینا کلگی جمع شد، در پایان انسان با رسالت میفهمه که او تمام توانایی از او در کنار از این که در اطاعت مولای از او پروردگار حق هست، به خاطر از این هست که چگونه اوضاع بندگان مورد رعایت قرار بده و چگونه انسان سودمند برای دیگران باشه. اگه انسان در کنار رضای خداوند و کسب خوشنودی الله نتونه چی برای مردم خود مفید باشه، و انسان بازم مفید نمیشه. به این ترتیب این 10 ویژگی هست و این نیروی جسمی مرادمی است. به خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که میگن چی المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف، مؤمن قوی بهتر است، دوست داشتنی تر است نزد الله متعال از یک مؤمن ضعیف و در کلشان خیر است، ولکن بهتر و اولاتر انمی انسان است. این انسانی هست که توانایی جسمی داشته باشه تا این بار رسالت، تا بار وظیفه و وظیفه خود در این زندگی به سر برسانه. مراد همین هست از تنومندی جسمی. بله. و هدف از این داشتن جسم قوی، داشتن یک اعضای برجسته و بسیار کلان است، نه چیزی دیگه منظور است؟ نه، توانایی یعنی انسان از ناحیه صحی سالم باشه، مریضی نباشه که او را از پیشبرد وظایف از او باز بداره. بله. یعنی از ناحیه جسمی باید صحیح باشه، توانایی به دوش کشیدن این وظایف داشته باشه، یعنی از ناحیه جسمی ضعیف باشه. امکان داره یک نفر خرد باشه از ناحیه جسمی، ولکن توانایی کار زیادتر داشته باشه. این فرق انسان از بابت خرد و کلانی از او این مراد نیست، ولکن صحت از او، استقامت از او، توانایی به پیش بردن از این امور می باشه. طبعا الله متعال انسان ها رو متفاوت آورده، یکی قد بلند، یکی قد کوتاه، یکی لاغر، یکی چاق، کل از اینا. ولکن امکان داره که یک انسان با ویژگی های دیگه که هسته، البته نباید این صفت چاقی از او به اندازه باشه. بله. چی باشه؟ یک کسی میگه من اندام بسیار بزرگ دارم، بسیار تنومند است، ولی باز هم میگه که من مثلا ویژگی را دارم، ولی ویژگی های دیگه در وجودش پیدا نمیتونیم. یک ویژگی است، یک ویژگی هست که انسان دارای بدن سالم باشه، انسان قوی باشه. به او خاطر توصیه به این میشه که انسان ورزش کنه، آمادگی بگیره و این اسلام از انسان همیره میخواه که کسب قوت جسم با آمادگی به خاطر اخذ اسباب قوت در این نیرو داخل میشه، که انسان آمادگی داشته باشه، میره سپورت میکنه تا انسان قوی باشه، در مقابل ناملایمات زندگی بیشتر میتونه طاقت بیاره، توان بیاره. در مورد تشنگی، گرسنگی، ابتلاها، آزمایش های انسان در طول زندگی میشه، در مقابل از اونا میتونه استقامت بیشتری داشته باشه. این تمام در همین بعد میباشه و این یکی از ویژگی های انسان هست. و او ویژگی‌های نوگانه دیگه هم در کنار از او هست که باز جسم انسان را در مقابل دیگه باز میگذاره که این جسم تنومند وقتی ارزش و وقتی چی میباشه که او صفات دیگه را با خود حمل بکنه. دقیقاً. این داشتن جسم برتر یا جسم تنومند چه تأثیری بر تربیت معنوی و بود معنوی انسان می‌داشته؟ اول خب باید این را بفهمیم که اسلام یک فرد را میخواه در وجود فرد به 3 جنبه توجه کرده. یک بعد روحی از او هست، بعد عقلی از او هست و بعد جسمی از او. یعنی انسانی که توانست به هر 3 بعد غذای مناسب از او را مهیا بکنه، این انسان در حقیقت یک توازن در زندگی می داشته باشه. توازن در زندگی میتونه انسان را چکار بکنه؟ موفق بکنه. و این توازن وقتی که در هر 3 بعد مراعات شد، او انسان باز میتونه از ناحیه جسم ضعیف نباشه. اگر از ناحیه جسم ضعیف باشه، نمیتونه به درستی برنامه عقلی خود که او غذای مطالعه هست، او درس و مدارسه هست، اینا رو به پیش ببره. خسته میشه زود و چی میمونه، یا نمیتونه حتی به عبادت ها درست اونا رو انجام بده. کل از این غذای با هم دیگر اینها روابط داره و اگر یکی از اعضای بدن دردمند شد،
و انسان از ناحیه روانی زیر فشار میاد، مشکلات عمده بر از او میاد. به او خاطر در عبادات هم همین جنبه چی است. یعنی وقتی که عبادت میکنه شما ضرورت به جسم، اگه انسان جسم از او مریض بود اون نمیتونه در نیمه شب برخیزه پیشگاه خداوند راز و ریاض کنه. اگه انسان ضعیف بود حج که یک عبادت بدنی است نمیتونه به درستی انجام بده، با مشکلات برمیخوره در روزه گرفتن خود. ولکن جسم که درست بود، این توازن از این برقرار بود، او کارها رو میتونه چی بکنه. در حال حفظ توازن در هر سه بود ضرور. درست است. یک بحث دیگه همینجا که میاد بود معنوی، یعنی کسی اگر عبادت میکنه خدا را کس درست و طریق شایسته و بایسته که هست، این عبادتی تأثیری بر جسم قوی، این جسمش میتونه که قوی بسازه، همین عبادتی که انجام میده. من اونطور که گفتم بعد ای که انسان میای معنویت خود با الله قوی میسازه. درست. صحیح شد. این برای یک توان روانی میده. انسان در دو بعد، یک توانایی جسمی است، یک توانایی روانی هست. انسان بعد از اینکه با مشکلات زیاد برمیخوره، انسان از ناحیه جسمی در مقابل از اون مقاوم هست. این ضرورت به نیروی معنوی هم داره که الله متعال با خود چی بونه که این مشکلات، این مصیبت ها بدون چی نمی باشه، لذا ضرورت به قوت معنوی هم هست که این قوت معنوی رو میتونه از این عبادات به دست بیاره و این قوت مادی با این قوت جسمی که است با این قوت معنوی که یک جا شد، او شخصیت با صلابت‌تر، مستحکمتر باز میسازه. بسیار خوب. بله دوستای عزیز، یک میان برنامه کوتاه می داشته باشیم. ادامه برنامه را باز هم با همین موضوع پی خواهید گرفتیم. با استاد محترم هستیم، دوباره برمیگردیم. ادامه برنامه امت وسط هست. دوستای عزیز، یک بار دیگر بسیار زیاد خوش آمدین. باز هم روی موضوع داشتن جسم قوی که یک از ویژگی ها و شاخصه های اصلاح فرد است و روی صحبت میکردیم. جناب استاد، عده‌ای از ادیان میاین و یا فرقه های از اسلامی هم وجود داره که تاکیدشان بسیار بر ضعیف ساختن جسم قوی است. مثلا از رای میگن که باید جسم را بیشتر عبادت کنی، ضعیف شوه که تا بتانی به خدا برسی. آیا این درست است یا خیر؟ البته در مورد یک فلسفه ریاضت، ریاضت کشیدن و جسم تحت تاثیر و فشار قرار دادن به خاطر آزادی روی، یکی از قضایایی بوده که در بعضی از ادیان‌های ساخته بشر و بعضی وقتا او ادیانی که به نوعی تحریف شده، چون در این زمینه در مورد او رهبانیت مسیحیت قرآن کریم میگه رهبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیهم. این رهبانیتی که ریاضت بکشن، در غار بشینن، چیزی نخورن، به نظافت توجه نکنن، کل از این قضایایی که ذکر شده اینا از اسلام نیست. درست. اینها چیزی نبوده که الله متعال بر از اینا نازل کرده باشه. این او تغییراتی بوده، انحرافاتی بوده که بعد از او نبی و پیامبر در این ادیان آسمانی آمده. و بعضی از ادیان بشری هم هست که روی از این قضیه ریاضت کشیدن چی میکنن و تنر میخواین که با فشار مقابل بسازن و او که این تن عادت بکنه و زیر کنترل بیایه، به این فلسفه میکنن. اسلام که هست قضیه همونطور که گفتیم که اسلام دین اعتدال هست، دین وسط و میانه هست. همیشه خواسته های مادی و معنوی هر دو رو در بر میگیره. انسان رغبات و خواهشایی داره، اگر اونها به معنای واقعی به نحوه درست به اونها رسیدگی نشوه، خود طبیعی میباشه که او طغیان میکنه و به خاطر طغیان ها در اینجا هسته که برای انسان و به شخصیت از او با ضررهای فراوان میرسانه. در باب خوراک، پوشاک، کل از این مسائل هسته که در مورد ذکر شده. قرآن کریم میفرمه که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفين. و باز بعد از اون میگه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. این در حقیقت او فلسفه هست که میگه شما از زینت خود در هر جای،
در وقتی که در مسجد میرین، در سجدگاه خود، در هم انسان باید زینت خود مراعات بکنه. او تزیین ظاهری خود، ان الله جمیل یحب الجمال، خداوند زیباست و زیبایی رو دوست می‌داره. بعضی ها هستن که مظاهر زیبایی رو میخواین از بین ببرن. نه، به این شکل نمی باشه. چیزی که الله متعال چی کرده، بعد از او خوراک بخورین بنوشین، ولیکن اسراف نکن. نباید بیشتر. به خاطر ادعا آمدن تقسیم میکنن که مثلا چی هسته در روایاتی که آمده که مثلا در جسم 3 قسمت است. یکی به خوردن و نوشیدن و برای نفس. این مسائل است که تقسیم متوازن و چی می باشه. در اسلام اصلا آمادگی به خاطر اخذ اسباب قوت خود از یک مسئله هسته که انسان چگونه خود القوت، چگونه میخواد قوی بسازه جامعه خود، ماحول خود، وقتی که خود از انسان ضعیفی باشه و بدن از او تحمل این مشکلات و مصائب. طبعا هر انسانی که خواسته باشه به هدف خود برسه باید در ذهن خود داشته باشه که در این مسیر مشکلاتی میایه، موانعی میایه، سختی هایی میایه. کسی که میخواد به یک جایی برسه، وقتی که به قله کو میخواد برسه، انسان باید او زحمت و تکلیف ایرا را تحمل بکنه. کسی که با بالاها میرسه، همت بالا، ضرورت است که اینها را آمادگی بکنه. به خاطر الله متعال میگه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. هر اندازه که توانایی دارین از اسباب قوت شما چیکار بکنین؟ او را آمادگی داشته باشین، او را بگیرین. فهمیدین؟ این اساس و قضیه است. و وقتی که در قرآن آیات دیگه هم هست ذکر میشه، الله متعال سبب اختیار طالوت به عنوان ملک برای از اونها، نبی از اونها، وقتی که برای از اونها میگه ملک خداوند برای شما چی میکنه، برای از اونها میگه ان الله، میگن چرا این نه مال و نه جایگاه چیزی بهتر از ما نداره. بنی اسرائیل میگن پس الله متعال چی میگه؟ ان الله اصطفى. قرآن کریم آمده از زبان نبی از اونها میگه ان الله اصطفى علیکم، اصطفاه علیکم، ان الله اصطفاه علیکم، او را بر شما برگزید و زاده بسطة فی العلم والجسم، او را از نوعی جسم و از نوعی علم بر شما برتری داده. یعنی خود سبب قوت جسمی یکی از عوامل، یکی از اسباب برگزیدن این ملک و پادشاه یا طالوت می باشه در اینجا. و یا وقتی که در داستان دختران شعیب علیه السلام میخواین گوسفندان خود را آب بدن، حضرت موسی که میرسه میبینه که اینا یک گوشه هستن، میگه چیکار میکنین؟ میگن ما میخوایم اینا رو آب بدیم، منتظر هستیم که اونا دیگه آب بدن. خود دخترها هستن توانایی چیز ندارن، در مردایی که مالهای خود را آب میدن در اونجا. بعد از این میگیره گوسفندان از اونا را آب میده، مالهای از اونا را. و باز بعد از اینا وقتی که میرن داستان چی میکنن، باز وقتی که بعد از یک گفتگویی که میباشه، یکی از دخترها برای پدر خود که شعیب علیه السلام باشه میگه قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. یعنی بهترین کسی که تو میخوایی که او را به اجرت بگیری، برای کارگیری بگیری، همین انسانی است که هم قوی است هم امین. یعنی قوی بودن حضرت موسی یک عاملی بود از عوامل برگزیدن از او، از عوامل از این که او را انتخاب بکنن برای از این وضعیه. تشویق اسلام همیشه بوده، راهنمایی های اسلام همیشه بوده برای گرفتن اسباب قوت، برای توجه به جسم. در گذشته ای نبود. این اسلام است که آمد و گفت ان لبدنک علیک حق. وقتی که توازن ها به هم میخوره، به این خاطر هست که میایه چیکار میکنه؟ اسلام این مسئله را بیان میکنه. ولی جای دیگه که میگه جوانه که مثلا ازدواج کرده نمیتونه، او باید روزه بگیره، با سیر این روزه گرفتن جسم را ضعیف نمیسازه؟ در اینجا قضیه شهوت هست. درست. انسان خواسته شهوانی داره که بعد اون چی باشه؟ با ازدواج او مرفوع میشه. در این قضیه وقتی که روزه آمده، روزه به خاطر از این است که معنویت انسان را در اینجا بالا میبره، به عنوان عاملی که میتونه تحکم داشته باشه بر او رغبت جنسی و این که هسته دوامدار نمی باشه. این تو نیست که باز انسان را توصیه بکنه که در کل عمر خود تو روزه بگیر و ازدواج نکن. نه، اصل خوب هست، ولیکن وقتی کسی برای مدت نمیتونه چی بکنه، میتونه از این سبب معنوی استفاده بکنه و در زندگی خود بیره. در کل مراحل تکوین قضیه توجه مراد شده. خود توجه حتی در قضیه انتخاب همسر، موضوعاتی که مثلا میشه توجه بکنین که عیبی نداشته باشه، قضایا نداشته باشه در انتخاب همسر، خود از او باشه ولود باشه، یعنی نازا نباشه که خود از او یک عیب می باشه. کل از این قضایا که تربیت فرزندان باز بعد از او میاد علموا اولادکم
الصباحه والرمایه و رکوب الخیل. یعنی فرزندان خود اسلام چی میکنه که آببازی امی سه چی بود؟ آببازی، سوارکاری و تیراندازی. این از او وسایل عمده همون زمان به قوت و به چی بود که همگی اونا رو چی میکنه. و قضیه دیگه که در صحت و تنومندی بسیار مؤثر هست و اسلام چی میکنه؟ قضیه نظافت هست. توجه به نظافت. اسلام یک توجه بسیار بسیار زیادی برای نظافت داره. بی که انسان پاک و نظیفی باشه. از روزی که 5 بار وضو میکنه تا ای که نظافت جزئی از ایمان یا نصفی از ایمان چی میکنه او را برمیشماره. کل از این مسائلی هست که دلالت بری داره که اسلام میخواه این انسان با بدن سالم، با بدن قوی، یعنی قوی بودن اول سالم بودن بدن است و این نظافت کمک میکنه تا انسان این بدن سالم داشته باشه. او را وقایه میکنه از بسیاری از امراض. ما شما میبینیم انسانی که 5 بار تنها وضو را اگه ما مثال بزنیم 5 بار او انسان دست و صورت خود بشوره، استنشاق بکنه، دهان خود یعنی شستن، پای شستن، یعنی این کل از این مسائل است. او اعضای بدن که با تماس داره با هوا، با زمین، با اطرافیان، او را 5 بار شستن خود از این دلالت بر یک نظافت میکنه. وقتی که به نماز استاد میشه باید لباس از او پاک باشه، جایی که سجده میکنه، جایی که نماز میخونه او جا پاک باشه. این هم عواملی هسته که میتونه انسان صحت درست بده. چون صحت که نبود خب قوت نیست. اول این هسته که انسان صحتمند باشه، باز بعد از او در کنار از این صحتمندی خود عوامل دیگه هم هست. به خاطر انسان میره به بعضی از ورزش ها روی میاره، سپورت میکنه، روزانه سپورت میکنه. یکی از انواع سپورت به عنوان یک قضیه که به عنوان یک چیز شوقی انتخاب میکنه، یکی فوتبال انتخاب میکنه، یکی والیبال انتخاب میکنه، یکی کاراته انتخاب میکنه، یکی کانفو انتخاب میکنه. کل از این چیزا به خاطر که بدن از او چی باشه؟ آماده تر باشه برای به دوش کشیدن این بار رسالتی که در انتظار از او است. پس با این موارد برای داشتن یک جسم تنومند چه کارهایی را یک فرد باید انجام بده و هم فرد مسلمان؟ طبعا همونطور که گفتیم وقتی که انسان میخواد در زندگی موفق بشه، موفقیت، کامیابی، این است که انسان به جسم خود متوجه باشه. انسان باید جسم صحیح، سالم و قوی داشته باشه. این او را کمک میکنه که کار وظیفه خود درست انجام بده. این کمک میکنه که در کارهایی که دعوت داره، کارهای دیگی که داره، استمرار به او کارها باید. او باری که به دوش از او گذاشته میشه او را به درستی حمل بکنه و او را توانایی میده که قربانی بده در این راه و خستگی ها و اینها را هم میگیره متحمل بشه. جالبی است که حسن البنای شهید وقتی که گفتیم این صفات چی میکنه، بعضی از وظایف داره که 40 وظیفه برای یک انسان مسلمان و دعوتگر ذکر میکنه که بعضی از اونها خاص برای توجه به همی هست. داشتن جسم سالم و قوی هسته. و اوی هسته که میگه سالانه یک انسان مسلمان باید معاینات طبی انجام بده، صحی انجام بده که آیا این جسم از او صحیح هست. اطمینان از صحت بدنی یکی از کارهای عمده است که باید این انجام بده. دوم قضیه است که در بعضی از این مسائل که ما شما بسیار بی احتیاط به هستیم، مسئله چای، قهوه و انواع و اقسام این خوابزوده ها بگوییم یا تنبیه کننده ها که بگوییم، در استعمال از اینا میگه بسیار اعتدال کار بگیره. نباید به او به شکلی برسه که معتاد از او بشه. از این جبر این از او چیزهای مباح هست. طبعا باز در مسئله او چیزهایی که به نسوار و سیگریت و انواع اعتیاد از اونها خب باید چی است؟ اجتناب قطعی که حرام هست در او داخل نشه. به این ترتیب این مسائل است. سوم قضیه که چی میکنه؟ توجه به نظافت است. نظافت بدن، نظافت مسکن، محلی که زندگی میکنه، طعام از او نظیف و پاک باشه، لباس از او باشه. کل از این مسائلی هست که میتونه این رو کمک بکنه در داشتن یک بدن سالم و صحیح و همچنان از دوری حتی از دوستان سوئی که او را به مجالس میکشانن که سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که به بعضی از آلودگی های که در اون محیط هست مبتلا بشه و او را به مفاسد اخلاقی بکشانه. دوری کردن از این تو دوستای سو خود از اون سبب چی میبشه. و در کنار کل از اینها
که ما ذکر میکنیم. سبب اخیری که بسیار مهم است و اویی است که انسان در کنار کل از اسباب و وسایل که به قوت جسم خود از او استفاده میکنه باید دعا را از یاد نبره. پیامبر صلی الله علیه و سلم جزئی از ادعیه‌ای که شما مراجعه بکنه آدم در دعاهای شب و روز پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعضی ازها به همین مسائل توجه داره. اللهم عافنی فی بدنی. یعنی خود از او چی است که خدایا تو مرا در بدنم صحتمند نگه بدار، عافیت مرا نصیب بکن. اللهم عافنی فی سمعی، سمع و قوای شنوایی مرا ظاهری و باطنی تو را عافیت بده. اللهم عافنی فی بصری، و قوه بینایی مرا، بصیرت مرا خداوند لا اله الا انت. این چی است؟ پناه خواسته. اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل، از ناتوانی، از کسالت، از تنبلی، از این دست مجموعه پیامبر صلی الله علیه و سلم. بسیار زیاد تشکر جناب استاد و همچنان از شما بیننده های عزیزی که تا این دم ما را همراهی کردین. تا برنامه بعد، الله نگهدارتان.